سلام دوستان، خوش آمدید به کانال کدنویس و خوش آمدید بر یک درسی دیگری از HTML. در این درس ما میخواستیم به شما نشان دهیم که خیلی یگام ویدیوی یوتیوب رو در وبسایت خودتون گذارین. اگر که یگام صفحه خودتون وبسایت خودتون ساخته است باشین و اگر خواهید که درسایی را که در یوتیوب کانالتون یا دادگین در وبسایتتون گذارونین چخه همین کار را کنین. برای کار کردن ما تگ آی فریم را که در درس‌های پیش استفاده بودیم و آموخته بودیم استفاده میبریم. ولی همه یک سرلوحه قطعی بنویسیم که HTML و درس ها. وقتی HTML درس ها را بنویسم میریم میبینیم در وبسایت ما چی شد پیدا شده و در پایان اینجا چیکار میکنم؟ اول در بنویسم درسی اینجا ما اومده درسی 13 درسی 13 چیکار کردنیم در وبسایت خودم موندنیم و برای همین ما اول بنویسم که چه درسی 13 استفاده بردن تگ درجه چی ویدیو. از میبینیم درجه شد پیش میبریم کمتر که خوبتر دیده شود. درجه برآمد که درسی 13 استفاده بردن تگ ویدیو. اینجا یکم تغییرات وارد میکنیم. تگ آیا استفاده میبریم که در درس های پیش ما گذاشته بودیم. تگ آیا استفاده بودیم و چقدر میبینید درس 13 با نوشتی کج نوشته شد و اکنون میگذاریم با چی قسمی ویدیو را گذاشتن. ولی همه ما تگی چیکار میکنیم؟ آی فریم از میره کمتر شروع کنم. در اینجا چیکار میکنیم؟ تگ آی فریم استفاده میبریم و فریم بوردرش برای چیه کمتر بعد میگم. اول همه ما چیکار میکنیم؟ عذر میگم تون فریم بوردر برای یکی اگر خواهیم که رمکه بگذاریم در گرد ویدیومون. ما اول ویدیو را دباید میکنیم با خوبتر شما میفهمید. برای ویدیو را دباید کردن ما سیلکش اینجا میگیریم و چیکار میکنیم؟ در درونی کدمون میگذاریم و قسمی واچش تا رقمش را دلیت میکنیم و پیش ای در یک سلش میمونیم بنویسیم embed بود و فکرم خطا نکنم. از میگذاریم میبینیم چقدر شما میبینید چی شد ویدیو ما پیدا شد و اگر که ما جخیم چی میشوه ویدیو ما سر میشوه خوش رو چی تماشا میکنیم و یک دو چیز دیگر را در جمع میتونیم نشان بدیم. فریم بورد اگر یک کنیم رم کشه چقدر شما میبینید در گردی آی فریم ما ویدیوم در یک رمکه خاکستر رنگ پیدا شد. اگر ایران نالش کنم چی نیست میشوه. برای اون نال مونده در کاره برای که ما نیاز نداریم با یکم رمکه. در اینجا ما ویدز و هیت هم میتونیم دادم. ویدز مثلا 560 بدیم. در اینجا برای ویدز دادم و بیزتل نباید هیت هم داخل کنیم چون که این خودش اتوماتیکی نمیکنه این کارم. هیتش دا میتونیم که 350 پیکسل با 500 جای کمتر خطا نوشتم. خیلی شما میبینید رزمری ویدیوی آی فریم ما چی شد؟ تغییر یافت و کلانتر شد، زیباتر شد، خوبتر شد. در اینجا اگر بیاریم همه چی طوری کار میکنه. اگر کنم که در یوتیوب نگاه کردن بچخیم میریم صفحه یوتیوب در تماشا میکنیم و اگر که کنم که رمون کردن چیزاش هم همه چی کار میکنه. در اینجا شما در فقط کانال کدنویس و شما بر یک درس دیگری از HTML. در این درس ما با شما میخواستیم برای تگ ویدیو کردن اجازه دادن ما باید در اینجا قسم آی فریم ده بریم چی بنویسیم اتریبوت allow full screen. allow full screen وقتی بنویسیم برمیگردیم در چیمون میبینیم چی میشوه کنوپ کاوشه کار میکنم میتونیم کلان کنیم مایده کنیم تماشا کنیم و در اینجا باز چی چیزا را داریم و میتونیم
چه خیلی کچسواش حلش کنم و غیره ها. در اینجا یک راه دیگری استفاده بودن همین آی فریم است که ویدیو خودتان در کانال ویدیو یوتیوب خودتان در کانالتون گذارین. این راه خیلی که این کارا یوتیوب در آسانش کردگی که تو اینکه استفاده برین شما شیر هم چقین و امبد چقدر که دسته امبد دیجای همون را میزنین. وقتی را میزنین در این قسم کدش نوشته شده و فقط شما نیاز دارین که چیکار کنین کپی کنین و برده در اینجا بگذارین. ما از درس دیگری را خیلی میگیرم. درس 13 هم موجود داریم برای ما کانال کدنویس رفته. درس 12 هم میگیرم. درس 12 هم امبد میدرویم چی میکنیم کدش هم میگیریم و برمیگردیم بر اینجا. در اینجا چیکار میکنیم اول ایرا میگذاریم یک تا دیگه میگیریم در اینجا پاراگراف مینویسیم درس 12 ایرا بالا بریم برای که درس 12 بشه درس 13 بیایه. استفاده بردن تگی چی آودیو و چقدر که در اینجا ببینیم وقتی شما ای یوتیوب بگیرین کپی کنین در اینجا اتریبوت ال وقتش استفاده بوده در اینجا یک چند قاعده ها پالیتیک ها را نوشته شده. در این حال ما یا را نگاه نمیکنیم خودر نیاز نداریمش. بعد هم در درس های آینده با چی خوبتر شناس میشیم. در اینجا فقط قسم الهاشه گرفتم و دلیل کردم. بعدا چون که او را میخوام خوبتر باهاتون فهمونم یک درس دیگر میشود و الا فول سکرین در اینجا هم گذاشتیم. در اینجا چشید چقدرش ما ببینید اتوماتیک که در قسم یوتیوب امبد شدگی با ادرسش چشید به ما آمده شد و دیگه شما نیاز ندارین قسمی واچ رو دلیل کنین امبد خود را چیکار کنین وارد کنین و رزمیروش هم خیلی میبینین خودش خوب دادگیه. ما هم همین رزمیروی که یا دادگیه هم را در خمون استفاده بریم. برمیگردیم به صفحه خمون. خیلی میبینین شما صفحه ما در درس 12 هم و درس 13 هم هر دوش وجود داره. ما هم خیلی میتونیم چیکار کنیم درس های خمون داخل کردن بگیریم. این رقم در دیگه مایدش میخوام بکنم 200 و جشتم 400 و 200. چقدر که شما میبینید خوشروتر شده همه چی ما میتونیم پلی کنیم همه ویدیو مونه تماشا کنیم و امیدوارم که درس به شما فهمو بود. اگر یکم چیزی فهمو باشه در زیر نویسین حتما دیده جواب میدیم تا جای شیر کوشش میکنیم و با همین درس امروز را با پایان میرسانیم تا درس دیگر. خدا نگهدار.